آی سختی، من نمیدونم پاشا از کجا میدونم کجای بدن انسان خاردونش ساختره که میرن دقیقا همونجا را نیش میزنن. کجا تو زدن؟ پاشا رفته درست انگشت وسطی پامون نیش زده. باور کن من خودم یادم رفته بود که همچین انگشتی اصلا دارم. ولی بیشتر از نیش زدن پشه این سر و صدای وزوزش رو مخم دیوونم کرده. بی وجدان 5 دقیقه از بالا سرم داره دیوار صوتی میشکونه. بابا مگه هدفگیری موشک بالستیکه؟ بزن برو جون مادرت سرمونه بردی. ای کاش پشه‌ها میآمدن به ما میگفتن با چقدر خون کارشون تا صبح راه میفته. به خدا من حاضرم باسورم بکشم بریزم تو بشقاب، دورشم ریحان و پوره سیب زمینی تزیین بکنم، فقط به این شک که بیخیال خودم بشن. با تمام اینایی که گفتین گاهی باید به ساحت پشه احترام بذاریم که به اندازه نیازش خون مردمان میخوره، نه مثل آخوند. باز چی شده؟ چی شده؟ مثل همیشه قیمتا رو بالا کشیدن. نوشته قیمت جدید بیسکویت ساق طلایی، همون بیسکویت خشکا، 32,000 تومن. یعنی توی مملکت خفه هم نمیشه شد دیگه. آقا جان، میگم با این اوضاع زندگی شهری دیگه جواب نمیده. به نظرم بریم روستا چند تا گاومیش و بز و گوسفند بخریم برای خودمون، بی درد زر زندگی بکنیم تا آبا از آسیا بیفته. بچه جان جهت اطلاع گاومیش الان کم کمش دونه 120 میلیونه، گوسالش دونه 80-90 میلیون، بز و گوسفند بالای 10-15 میلیون. گیریم الان ماشین به عزت با دیه کامل تو یه دونه از اینا هم نمیدن. غلط کردم، ببخشید. حواسم نبود تو مملکت آخوندی زندگی شهری و روستایی نداره. همگی با هم بدبختیم. خب دیگه بس خسرو، بذار نصف شبی کف مرگمونو بذاریم حداقل چند ساعت این وضع گرونی و بدبختی رو نبینیم. بدبختی من اینه چشمم میبندم فکر نمیذاره بخوابم. منم همینطور. اصلا هیچ میدانستید چشم عضو خوشبختیه که پلک داره؟ چون هر موقعی لازم نباشه دیگه نمیبینه. کاش که مغزم یه مکانیزمی داشت که یه مقدار فکر نکنه. این بی‌صاحب حتی تو خوابم داره خودش رو رنج میده بدبخت. بس دیگه اینقدر حس نخور خسرو جان. دیروز استاد دانشگاهمون میگو دندون رو جگر بذارید صبر کنید همه چی درست میشه به خدا. صبر؟ من با صبر مشکلی ندارم. مشکل من اینه که نمیدانم چقدر دیگه باید صبر بکنم. به خودمون بستگی داره پسر جان. اگه تو خونه بشینیم آب از آب تکون نمیخوره، اما اگه بزنیم به سیم آخر و اون رهبر الدنگشون رو تو همون زیر زمینی که قایم شده چال کنیم همه چی درست میشه. گل گفتی آقا جان. خودم میدونم.